سلام، من اومدم دوباره از خروسامون فیلم بردارم براتون و یکی از خاطرهای مهد کودکمون براتون تعریف کنم. تو مهد کودکمون صبح که میرفتیم هر روز باید ورزش میکردیم. بعد از ورزش هم مثلا مامانمون باید هر مامانی که دوست داشت مثلا توی کاغذ مینویش مثلا پسر من خیلی خوبه، مثلا به من کمک میکنه، وسایلا رو تمیز میکنه، اینا رو مینویسن بهش میآوردن اونجا میخوندن. یه روز من اصلا فکرشو نمیکردم مامانم بنویسه برا من و من بیام اونجا. یک همین صندلی بزرگم بود، بعد میرفتیم رو اون از ما تعریف میکردن. من باورم نمیشد مامانم رو اون منو نوشته. برشم معلمون به منو صدا زد، منم رفتم اونجا. از من تعریف میکردن، اصلا میگفتن که خونه رو جارو میزنه، به حرف من گوش میده. حسابی اونجا خوشحال شدم. یک روز دیگه هم از مهد کودکم بود که یه مسابقه بود، یادم نمیاد. من به نظرم بردم، با تقلبازی یه نفر دیگه بود بهش جایزه رو به اون دادن. خودم نمیدونم بهش به اون دادن. با مصب خروس نگاه عجب تاجی داره، تاجش نگاه آدم کیف میکنه. جوجه ها رو بگیرم. جوجه ها یادتون میاد بار قبلی، فیلم قبلی یک کم بزرگتر شده از اون موقع. جای خوبیه اینجا، آدم میاد میشینه یکم آدم کیف میکنه اینجا. یکی از خاطرات از این مدرسه هم بگم. یه روز زنگ ورزش بود، همین امسال زنگ ورزش بود. یکی داشت میامد، بازیکن مرتاس، خیلی خوب بود، خیلی وارد بود تو فوتبال. اومد داشت میامد حمله کنه به دروازه ما. من یه تک زدم، حدود یک زنگ دو زنگ، همین یک زنگ دو زنگ مصدوم شد. کارت قرمز هم گرفتم. یه بازی اخراج شده، همونم از روی اسکای شوت کادداری زد، گل شد، تیم ما باخت. این مرغ قشنگ رنگش انایی. نگاه کن این مرغ رو بینیم، این مرغه سیم بهتون نشون بدم. همین مرغه که میبینید با این خروسه رو ما یه جوجه داشتیم. خروس کجا میری؟ بیا بیرون. بیا بیرون خروس، بیا بیرون. همین خروسه رو بینید با همین مرغه سرش زرده کوچولو طلاییه. چند مرغ خروسمون با مرغمون تخم میکردن، زیر مرغ گذاشتیم. حدود 8-10 تا تخم کردن. چند تاشون مرد، همین 2 تا مونده، الان بزرگ شده. خروس از صبح قوقل میکنه، صداش بلنده. چند تا خروس دیگه هم داشتیم، بهتون گفتم فکر کنم چند تا خروس دیگه داشتیم. از بس با بابام نوک میزدن فقط. اونا فقط کارشون جنگیدن بود، نوک میزدن. از بس نوک میزدن اونا رو سر برده بود. لحظه از غذا خوردن و مرغا رو شاهد هستیم. اسم این همین سیاه رو گذاشتن جاوید. خیلی شکل خروسه، حیف اگه تاج می‌داشت شبیه خروس بود. مرغ سیاه مثل انگار جوونه اما مرغمی.
تخمم بذارم استرلام است. جاوید جاوید نگام نمیکنه. یکی هست واسه پیداش کنم. این مرغ رو ببینین، این از یکی خریدیم، پاپریه، نجاتش پاپریه. اینجا همه نوع رو داریم، همه نوع مرغ، لاری، همه مرغا اینجا پرورش میدیم. جا دیگه شده مرغ داری برای خودش. عجب اسکولیه، اسکوله اسمشو گذاشتن اسکول. همین پاپریه که تخم مرغشو مثل پرنده اسکول میبره زیر خاک. جاوید کجایی؟ جاوید همش غذا میخوره، از اون موقع از اول فیلم داره غذا میخوره. جاوید داره غذا میخوره. اوه کی بود داشت اینجایی؟ اسمش از شاهد. اوه شاهد شاهد اسکول کی اسکول اوه کجا میری؟ بچه من داخل خونه، بیام بیرون. اوه ضربه نهایی به خروس لغت بزنم، میترسم. نوک نزنی. اوه جاوید شاید کو شاید اینجا پاپری اسکوله. اوه خروس ویها چه پرشی. خروس با دوبنده زرد یه پرشی زیبا میزنه. واه پریشی زد. جاوید غذانو همه رفته اونجا، بیا بیرون. دستم مرن جلو، همه مترسن. من چه شکلی هم همه از من مترسن. اسم اینو گذاشتن چاقه. این بکنید سید اینا نمیاد. همین مرغ چاقه، همین دامسته شبیه خروسه. مرغا رو یه بار موردیم آسیابون، همون مرغ که بهتون نشون دادن چاقه. کجا میری؟ خروس مترسه بره. بیا رو سکال مکان. یه روز موردیم آسیابون، با همینا رفتیم آسیابون. ساکت. قولی قوقو. قط وقتی تخم زره اینطور صدن. قط خروس واسه یه پرشی بزنه. اسکول نه یا و این اسکول همین که صورتش رو نگاه میکنید اسکول اسمش رو جاوید کنه. جاوید همیشه غذا میخوره، شکموی جاوید چاقم نمیشه. جاوید همطوری جاوید و اسکول غذا میخوره. جاوید اول فیلم داره غذا میخوره. آب برشی کسی نمیخوره، جای آب از اول هیچ کس نخورده. بله خروس رو هم خروس اسم براش نذاشتن. خروس